شود و تیز در باقی عمرش اگر طولانی هم باشه تیز به کوری برسه. تاریکی آدم تیز کور میکنه، تیز کور میکنه. برای همین در شریعت در روز در تاریکی خواب رفتن کراهیت گفتن بعضی علمای دانشمندان طب که آدم در روز هم که خواب رو در روشنایی خواب رو باید یه جای روشنی تاریک نکنه که سببی هم عصب ویران شدنش عصبانیت شدن و هم سببی روح ویران شدن و هم نور چشم خیره و تاریک شدنش می باشه. انا چی گفت؟ نماز بخوان، نماز بخوان، خواه نماز عید قربان باشه یا بنابر اطلاق بگیریم کلی نماز از فریضه و واجب و سنت و آداب. حضرت بیبی عایشه مادرمان رضی الله عنها روایت میکنند که حضرت رسول الله چنان نمازگزاره کرد که ورمت قدماه، دو زانوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ورم کردند. حضرت بیبی عایشه مادرمان مهربانی کردند. خیلی برادرها، من امین الان در همین مجلس حضور کردم، اندیشه کردم که فکر راندم که اراده و عقل انسان اندیشه کنه که حضرت پیغمبر چنان نماز خواندند که پاها ورم کردند. من الحمدلله در مکه مکرمه مدینه منوره در تاریخ ها و شریعت شاهد و گواه از کتاب های شریعت که صحابه های بودن که 800 تا 1000 رکعت نماز میخواندند. زن داشتن، فرزند داشتن، تاکزار داشتن، خیرمازار داشتن، بز داشتن، گوسفند داشتن، هشتر داشتن، همو قدر زندگانی مشاق داشتن. 800 تا 1000 رکعت نماز میخواندند. نیکی در هوای روایت ها نآمده است که همون صحابه ها یگان تا زانوهاش ورم کرده باشند. نیکی زانوهای ماها بسیاری ها شلاق هم شدیم به یک تیاق و به دو تیاق. ای اوکی را، ای کلنده، ای هزم کشی را، ای مرد کاری را، ای دیول کردن. خیلی حقیقت حالا گفتن در کار. ای کسب و کار مهنتی سخته. نیکی ای نماز نشنیدم در تاریخ حالی که یک کس گفت یک کتاب اینده آمده باشه که یک شیخ از نماز خواندن پاهاش ورم کردن. نبوشه من الحمدلله شخصیت ها را میدانم که 40 رکعت به یک نیت میگه نماز میخوانم، 60 رکعت، 100 رکعت نماز، در 2 رکعت نماز 400 باری 800 بار یا 1000 بار قل هو الله میخوانم یا 1500 بار قل هو الله میخوانم در 2 رکعت نماز. همین خیلی انسان ها را من میدونم حاضر حیاتن، ای 60 ای 70 عمرشان بالا هن، نیکی پاهاشون ورم نکردن. این خیلی پیغمبر محنت میکرده که پاهاشون ورم کردن. بیبی عایشه مادرمان مهربانی کردن. حضرت خداوند با آیت قرآن شما را گناهی پیش از پیغمبری و بعد از پیغمبری مغفرت شده شما. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. گناهی پیش و پس گناهی ندارن پیغمبران علیهم السلام. سهو و خطای یک لغزش اگر یک بی‌آدابی شده باشه خدا بخشید است. شما چقدر از مشقت میتیه اختانه ریاضت میتیه زانوهاتون ورم کردن. حضرت رسول الله بیبی عایشه مادرمون چی جواب دادن؟ افلا اکون عبدا شکورا. آیا من نباشم بنده شکرگزار؟ گناه پیش بخشیده باشد، گناه بعد بخشیده باشد، این شکرگزار نباشم؟ یعنی این نمازای شکر بدن، شکرگزاری حضرت خداوند جل جلاله. من خیلی توچیل بعضی روایت قطعی بعضی کتابا توچیل معذرت میتیه که جوانی و تیزی و تندی طبیعت و غیر نیکی اکثریتی ما از 40 عمرهامون خیلی بالا یک اراده کنیم، یک همت کنیم، یک قصد کنیم که به سوی خداوند جل جلاله بازگشته ایسیم. مسفیدای پیش بسیار میگفتن ما را ایسونده او سنمون نزدیک شده است. حوض دیگه ای گفت نیست. مسفید ای جوان تولسته و تولکش بسیاره، جوان ای مسفید بسیاره. شاید موی سفید آرزو کنه که رنگ همین جوانه حاضر با جوان باشنده با داو کنم و با جمع کنم و با محنت کنم. همین روز ما یخی شونده مانه مرگ شنیدیم، خبردار که میشین شنیدیم، گفتم که چخیل این بابای حاجی خبر نشدیم مرده است. گفت که ها خدا رحمت چون کنه و این یک غم نیست 100 غمه. گفتم چا کرد؟ گفت $800,000 در بالای مردم ماندگی ای. $800,000 اپو چند خیلی دیگه در خونش داره خیلی خدا میدونه.